جایگزین داماد رئیس جمهور جمال‌الدین نورعلیف پیدا شد، اما خود او بی‌درک شده است. دوام یک شبانه روز در پایتخت 5 زن قانون شکن بازداشت شدند. ایده از آنها نابالغ هستند. باز هم بحث چرخبال‌های افغانستان در تاجیکستان. این دفعه نگرانی از ره سپاری شدن چرخبال‌ها به اوکراین. مدال نقره کامرانشاه اوستاپریان در بازی‌های همبستگی اسلامی. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز 17 آگوست فرمانها را درباره آزاد کردن فردوس طالبزاده و مهربان نهضت‌زاده از وظیفه معاون رئیس بانک ملی کشور امضا کرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور، با فرمانهای دیگری رئیس جمهور، فردوس طالبزاده معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شده است. از این پیش در این وظیفه داماد رئیس جمهور جمال‌الدین نورعلیف کار میکرد. جمال‌الدین نورعلیف با یک فرمان رئیس جمهور از وظیفه معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان 2 ماه پیش سنه 10 ایون سبکدوش کرده شد. در فرمان رئیس جمهور سبب سبکدوشی جمال‌الدین نورعلیف بنابر به کار دیگر گذاشتن گفته میشد، اما تا به حال وظیفه دیگری جمال‌الدین نورعلیف اعلام نشده است. در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای هم وجود دارد که این داماد رئیس جمهور شوهر آزاده رحمان رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت کشور به خارج فرار کرده است. به این خبر نیز تا به حال واکنش نشده است. دوام یک شبانه روز 5 نفر زنان قانون شکن در پایتخت بازداشت شدند که 2 نفر آنها حالا 18 ساله هم نبوده اند. ساکن 50 ساله پایتخت منور نورعلیف در منزل استقامتی خود با استفاده از هر گونه اشیاها با سحرگری و جادوگری مشغول گردیده با این راه مبلغ به دست می آورده است. 2 نفر جوان دختر سبرینه نسکاکوی 22 ساله و خویشاوندش سفینه نسکاکوی 18 ساله، هر دو ساکن شهر وحدت که در اصل جسم سالم و بازوی نیرومند دارند و تنها با مقصد به دست آوردن مبلغ خود را معیوب وانمود کردند، در راه نقلیاتگرد طلبندگی می کرده اند. غیر از این در اساس مراجعه یک نفر ساکن شهر دوشنبه، 2 نفر نابالغ دختران 15 و 16 ساله ساکنان پایتخت برای در شبکه‌های اجتماعی پهن نمودن عکس و نوارهای بدنام کننده دستگیر کرده شده اند. از دختران نام برده نمی شود. نسبت همه بازداشت شدگان چاره‌های قانونی اندیشیده شده است. در تاجیکستان تخمینا 60 عدد و در ازبکستان تا 40-50 عدد چرخبال و هواپیماها ماه آگوست سال گذشته بعد فرار فرماندهان و نظامیان افغانستان مستقر شدند. روسیه از آن نگران است که این چرخبال و هواپیماهای جنگی احتمال به اوکراین راه یابند. زمیر کابولوف فرستاده مسکو در افغانستان در صحبت با خبرگزاری ناوستی گفته است: برای ما مهم این است که چرخبال‌های و هواپیماهایی که بعد فرار فرماندهان و نظامیان افغانستان در خاک ازبکستان و تاجیکستان مستقر شده اند به اوکراین راه نیابند. معلوم نیست که زمینه شبهه و تخمین‌های مقام روسیه چی است و تا کجا این اظهارات می‌تواند به گونه تهدید یا فشار بالای مقامات کشورهای آسیای مرکزی باشد. نظامی‌های افغانستانی ماه آگوست سال 2021 بعد غصب کابل از طرف طالبان با تعدادی از چرخبال و هواپیماها به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند. طالبان خواستار بازگردانی این چرخبال و هواپیماها شده اند ولی جواب رد گرفته اند. ماه ایون مایکل کورویله سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا ضمن صحبت با ژورنالیستان در تاجیکستان گفت: با اینکه طالبان چندین بار تهدید و طلب کردند که این هواپیماها بازگردانیده شوند، آنها از تاجیکستان به افغانستان برده نمی شوند چون که آنها مال طالبان نیستند. او افزود که شاید همه و یا قسمی از این هواپیماها به حکومت تاجیکستان داده شوند. کامرانشاه اوستاپریان پهلوان تاجیک در بازی‌های همبستگی اسلامی در ترکیه در مسابقات جودوی وزن تا 90 کیلوگرم نایب قهرمان شد و مدال نقره به دست آورد. کامرانشاه بر نماینده ایران سید محمد رضا سید امینی، ورزشکار میزبان آمیر ایدین و در نیم فینال بر جودوچی لبنان کربناب سگایپوف غالب آمده ولی در فینال از نماینده دیگر میزبان میخائیل زیگانک مغلوب شد.
тоҷикистон дар ин мусобиқа дар умум бо дарёфти 3 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ миёни 56 кишвар дар ҷойи 27 аст. пас аз натиҷагирии 8 рӯз дар панҷум бозиҳои ҳамбастагии исломӣ кишвари мизбон Туркия пешсаф мебошад. варзишгарони мизбон сазовори 265 медал аз ҷумла 106 тилло, 89 нуқра ва 70 биринҷӣ гардидаанд. ӯзбекистон бо 43 медали тилло, 30 нуқра ва 48 биринҷӣ бо 121 медал дар ҷойи дуюм мебошад. ҷумҳурии исломии Эрон бо 37 медали тилло, 35 нуқра, 44 биринҷӣ ҳамагӣ бо 116 медал дар ҷойи сеюм мавқеъ дорад. бозиҳо фардо 18 август анҷом меёбанд. варзишгарони мо дар намуди карате мусобиқаро идома медиҳанд.